یه جمله بگو که ترغیب بشم به بقیه حرفات گوش کنم. هیچ وقت کامل تموم نمیشه. هست، همیشه هست. خانواده از همه چی مهمتره. خاطره ارزشش به قدیم بودنه، نه بهتر بودن. آدمی که آرزو نداشته باشه صبح نمیتونه از خواب بیدار شه. مهمه آدم بدون چیو داره تحمل میکنه، چون همون تعیین میکنه آدم‌ها چجوری باید رفتار کنن. برای اینکه زنده بمونی و زندگی کنی باید بجنگی، برای جنگیدن هم باید قوی باشی. گاهی یه حرف عمیق‌تر از 100 تا تیغ تیز خنجر میزنه به جیگر آدم. عشق زورکی نمیشه. شکم گرسنه نمیذاره کسی به فکر سیری مغزش باشه. هرچی آدم از منبع دلبستگیش دورتر میشه، شدت وابستگیش بیشتر میشه. چیزی که غلطه. هر کی میخواد بگه هر جام نوشته باشن. آدمو وسیله نیستن که هر وقت خواستی باشن، نخواستی پردهشون کنی یه گوشه.